موجود است. خب بخش بعدی شامل سابجکت اوی اساسا، یعنی حوزه های تحصیلی شما، چه رشته هایی را میتونید شما اقدام به تحصیل کنید. اینا رشته هایی هستن مثلا کیمستری اند ماتریال ساینس و یا بیزنس اند منیجمنت، تجارت و مدیریت، بیولوژی اند بایوتکنولوژی. اینا رشته هایی هست که یا حوزه هایی هست که تحت این شعبه های رشته ها شما میتونید به رشته خود انتخاب کنید. و جزئیات دیگری که در قسمت ما میتونیم ببینیم که از 200 کشور جهان دانشجو میپذیرد و تعداد متقاضی 618,000 نفر است که از این جمله 16,700 نفر آنها برنده میباشد، یعنی وینرز میباشد. خب بعضی جزئیات دیگه در قسمت داده شده که گفته admission to a tuition fee program in your subject area at one of 24 Russian universities. ثبت نام شما و پذیرش شما در یک از 24 دانشگاه می باشد که من در قسمت بعدی خدمت شما اعلام می‌کنم. Participation takes place entirely online. تمام ثبت نام‌ها و طی مراحل شما آنلاین انجام میشه و رشته‌های موجود که در قسمت خدمت شما معرفی کرده. و Russia ranks 6th worldwide in the number of international students، میگه که در بخش دانشجویان بین الملل روسیه رتبه ششم داره. و سایر معلومات در قسمت راشد شما میتونید با راحت و خیال راحت بخونید و چیزی که میخواهید را به دست بیارید. بخش بعدی اسکیجول و یا زمان بندی برای شروع ثبت نام و مرحله اول و مرحله دوم است. شروع ثبت نام Start of the Open Doors Registration، شروع برنامه ثبت نام Open Doors میگه چه زمانی بوده، چه زمانی شروع میشه. From this date participant can create an account on the Open Doors website. از تاریخ شروع یعنی از تاریخ 20 آگوست 2026 میتونه اکانت بسازه و ثبت نام کنه در وبسایت Open Doors و start working on the completion of the competition requirements و کار رو برای تکمیل رقابت بورسیه شروع کنه. و مرحله دوم که 20 آگوست تا 13 نوامبر شامل میشه، شامل مراحل زیر باشه. ما در قسمت اول ویدیو توضیح دادم و اگر قسمت اول ویدیو رو مشاهده نکردید هنوز حتما اول برو قسمت رو مشاهده کنید. بعد سراغ مرحله باید که در قسمت سوم ویدیو ما مراحل کامل ثبت نام خدمت شما تشریح میدیم. و اوپن دورس رجیستریشن ددلاین، تاریخ انقضای ثبت نام 1 نوامبر 2026 میباشد. خب در این قسمت یونیورسیتی دانشگاه ها را خدمت شما معرفی کرده که چه دانشگاه های شما میتونید درس بخوانید. مثلا اینجا گفته که Moscow Institute of Physics and Technology، National Research University، دانشگاه های مختلفی است که شما میتونید